پروژه 45 هکتاری شرکت آسته تجارت آسیا در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار واقع شده. این پروژه به فاصله 10 کیلومتری از شهر گرمسار، فاصله 120 کیلومتری شهر سمنان و فاصله 110 کیلومتری شهر تهران قرار داره. این پروژه به دو بخش تقسیم شده. فاز اول شامل 6 تا سوله 13000 متر مربعی و سوله کارخانه ساندویچ پنل حدود 27000 متر مربع، یه فضای روباز که برای انبار ساندویچ پنل ها در نظر گرفته شده و سوله قسمت فضای روباز که اونم حدود 12000 متر مربع می باشد. در فاز نیمه جنوبی زمین این عملیات انجام شده. هدف پروژه یه بخشی از آن مربوط به اشتغالزایی در منطقه است، بخش دیگری تولیدات کارخانه ساندویچ پنل که بخش عمده از اون به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر خواهد شد. فعالیت پروژه از اواخر آبان ماه 1402 آغاز شده که ابتدای به ساکن عملیات خاکبرداری حدود 250000 متر مکعب انجام شد، عملیات خاکریزی انجام شد و عملیات پیکنی، آرماتوربندی و قالب بندی فونداسیون سوله های انبار آغاز گردید. عملیات بتونریزی سوله های انبار سوله 1 از فروردین ماه، سوله 2 اردیبهشت ماه و سوله 3 نیز در خرداد ماه انجام شد. برای هر کدوم از این سوله ها حدود 1000 متر مکعب بتونریزی سازه‌ای ما داشتیم که اینا انجام شد. بیس پلیت های مربوطه کاشته شد. سازه های فلزی که برای هر سوله حدود 700 تن بوده ساخته شده، به کارگاه منتقل شده و سوله 1 حدود 99% آن نصب گردیده، کارهای خرده‌کاری باقی مانده که در حال انجامه. سوله 2 حدود 65% اون انجام شده، سازهای اصلی نظیر تیر و ستون ها انجام شده و بارای زد استرات ها اینا در حال نصبه. سوله 3 بارای اون به محل فونداسیون منتقل شده و آماده نصبه که انشالله از هفته آینده نصب اون آغاز خواهد شد. ما تو منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که فعالیت آغاز کردیم، متاسفانه کارهای زیربنایی منطقه انجام نشده و این یه مشکلاتی برای ما ایجاد کرد. عدم تامین آب مورد نیاز که یه بخشش از منطقه باید تامین میشد انجام نشد. برای برق با مشکل جدی مواجه بودیم. خیلی از فعالیتامون به خاطر کمبود برق تحت شعاع قرار گرفت. از دیزل ژنراتور ما داریم استفاده میکنیم برای کارهای برقیمون و به تبع اون فعالیت‌های برق پروژه تحت شعاع قرار گرفته و باعث شده که مقدار تأخیراتی در پروژه ایجاد بشه. مدیریت محترم پروژه تاکید بر این داره که سرعت عمل پروژه زیاد بشه و بتونیم زودتر به بهره برداری برسیم که ما هم امیدواریم با توجه به هدایت‌ها و حمایت‌هایی که از طرف مدیریت محترم میشه در اسرع وقت پروژه رو به بهره برداری برسونیم.